سلام دوستان عزیز. من موقعی که اومدم اینجا برای عمل اسلیپ اصلا فکرش نمی‌کردم که انقدر اینجا رسیدگی کنم، چه بیمارستان، خصوصا سحرجون. من اون سحر رو خیلی دوستش دارم، یعنی واقعا یه چیزی که من ندیدم تا حالا، تو عمرم ندیده بودم به این شکل کسی اینقدر روی کارا و چیزاش تعصب و دقیق باشه. واقعا من میگم هر کسی که دوست داره بیاد برای عمل. واقعا بهتون بگم من سوئد اومدم برزن، اصلا فکرش نمی‌کردم که بیام با همچین چیزی مواجه بشم، چه از پزشکیشون، از هر نظر، غذاشون، هر چیزی که شما فکر میکنید که یه موقعی 1% فکر میکنید. من خودم اینجوری فکر میکردم نکنه اون باشه، اشتباه باشه، ولی الان روز دومه که من اینجا هستم. خیلی راضیم، بسیار